دوستا و همراهان گرامی، به درس 17 از بخش کورس کامل گرامر بازکی انگلیش خوش آمدین. امروز ما قرار است روی زمان گذشته ساده یا simple past tense صحبت بکنیم و الف تا یای ای تنس را برای شما تدریس بکنم تا مشکلاتتان در این قسمت رفع شود. اگر که به تازگی با چینل یوتیوب زکی انگلیش آشنا شدین یا تا حال سابسکرایب نکردین، همیالی بگیرین چینل سابسکرایب بکنین، ویدیو را لایک کرده و با دوستا و اقاربایتان شریک بکنین تا اونا هم از این کورس مستفید شوند. خب همون قسمی که گفتیم زمان گذشته ساده را میگه simple past tense. حالا این چی هسته؟ It talks about an action that happened at some specific time in the past. خب یعنی چی؟ It talks about an action. اینمی تنس ما، اینمی گذشته ساده درباره چی صحبت میکنه؟ It talks about an action. درباره عملی صحبت میکنه. That happened. که اتفاق افتاده. At some specific time. در یک وقت مشخصی in the past. در گذشته. پس زمانی گذشته ساده عملی را نشان میده که در گذشته اتفاق افتاده و زمانش هم مشخص است. اگر که شما خواسته باشین یک جمله ساده و مثبت با استفاده از زمان گذشته بگویین، خیلی آسان سابجکت یا کننده کارت میاری، شکل دوم فعل در اینجا استفاده میکنی چون ای است گذشته. امیدوار هستم که شما با شکل دوم فعل آشنا باشین. از جمله فعلایی که شکل دومش شما باید بفهمین و کلمات روزمرگی هسته او ایت هسته. ایت به معنی خوردن که گذشته از او میشه ate. drink نوشیدن گذشتهش میشه drank. رفتن را میگه go گذشتهش میشه went. کم میشه آمدن گذشتهش میشه came. sleep میشه خوابیدن گذشتهش میشه slept. بیدار شدن میگه wake up گذشتهش میشه woke up. گرفتن میگه take گذشتهش میشه took. و اینمی تو کلمات. من مطمئن هستم که شما حداقل با اینا یک آشنایی دارین، لیکن من یک ویدیوی دیگه کوشش میکنم درست بکنم تا همین شکل‌های دومی فعل همگیشه برای شما توضیح بدم. خب حالا برمیگردیم به این فرمول. گفتیم که اینمی فاعل را بیاری با شکل دوم فعل یعنی گذشته. مثلا این تو میگی دیروز من ساعت 7 سر کار رفتم. این حال فرمول می بود که اول کننده را میاری. I رفتم میشه went. گذشته go میشه went. پس I went یعنی من رفتم. در کجا رفتی؟ To work. ساعت چند رفتی؟ At 7. حالا یک yesterday هم بنویسی قشنگتر میآید. I went to work at 7 yesterday. میگی دیشب من 11 بجه خواب کردم. من میشم I. خوابیدم slept. گذشتهش. چی وقت؟ At 11 last night. پس دیشب ساعت 11 بجه من استراحت کردم. حالا میخوایی بگویی من ساعت 6 بیدار شدم، چی میگی؟ I جمع بیدار شدن گذشتهش میشه woke up. I woke up at 6 o'clock today. امروز من ساعت 6 بیدار شدم. حالا شاید تو سوال بپرسید خب استاد این today خو امروز نشان میده. خب بله، ولیکن شما بیدار شدین دیگه، یعنی عمل اتفاق افتاده زمانش هم معلوم است. ساعت 6 بیدار شده، حال خو نیستی و زمانش هم معلوم است. پس خیلی ساده دوستای عزیز و گرامی ما، اینمی تو یک کاری که در گذشته اتفاق افتاده زمانش هم اینمی قسمی معلوم است، او را ما و شما زمان گذشته ساده میگیم و اینمی قسمی شما در موردش جمله بسازین. خب یک مقدار مثالای بیشتر کار بکنیم. مثلا میگه که دوست ما هفته قبل به من زنگ زده بود. کی زنگ زده؟ My friend. چی کار کرده؟ زنگ زده. کال میشه زنگ زدن، لیکن گذشته کال ایدی میگیره میشه called. یکی دیگه میخوانه کالید، ولیکن نه. My friend called. و کی زنگ زده؟ می و ما. چی وقت؟ هفته گذشته. هفته گذشته را ما میگیم last week. به همین سادگی دوستای عزیز و دوست داشتنی ما.
حالا بریم روی از این گپ بزنیم که کدام کلمه ها معمولاً با گذشته ساده استفاده میشه. با او کلمه ها ما میگیم signal words، یعنی کلمات اشاره. میشه کلمات اشاره. حالا ایدی کلمه ها اشاره میکنه یا نشان دهنده ایست که یک جمله به زمان گذشته گفته شده. مثلا میگی yesterday یعنی دیروز. پس اکثرا در جملاتی که مربوط به گذشته باشه اینا استفاده میشه. yesterday دیروز. last night میشه دیشب. حالا امی last جمع week یعنی هفته قبل. حالا اگر بگوییم ماه قبل میشه last month. ماه قبل. اگر بگوییم سال قبل میشه last year. سال قبل. دیگه چی؟ دیگه مثلا میگی تابستان گذشته last summer. تابستان گذشته. یا دیگه چی میگی؟ ago یعنی چی؟ ago با تایم میشه فلان وقت پیش. مثلا میگی 2 روز پیش 2 days ago. میگی 3 هفته پیش 3 weeks ago. میگی 5 ساعت پیش 5 hours ago. میگی 10 سال پیش 10 years ago. حالا با اینا بریم یک کمک جمله بسازیم تا شما بیشتر احساس راحتی بکنید با اینا. مثلا ببینید با دیروز میگی دیروز من ام خوردم. I خوردن گذشتهش میشد ate. I ate mango yesterday. دیروز mango یا هم ام خوردم. با دیشب من تلویزیون دیدم. I watched. در واقع است watch اما چون گذشته است ایدی میگیره. I watched TV last night. هفته قبل من به ساحل رفتم. I go گذشتهش میشه went. I went to the beach. چی وقت؟ last week. میگه ماه قبل من یک موتر خریدم. I خریدن که میشه buy لیکن گذشتهش میشه bought. I bought a car. چی وقت؟ last month. ماه قبل. last year سال قبل. خب میگه سال قبل من ازدواج کردم. ازدواج کردن میشه get married. اما چون ازدواج کرده و این اتفاق افتاده وقت زمانش هم مشخصه پس get گذشتهش میشه got. I got married. چی وقت؟ last year. پارسال ازدواج کردم. last summer تابستان گذشته. میگه تابستان گذشته من به اسلام آباد سفر کردم. I جمع travel سفر کردن گذشتهش ایده میگیره. I traveled to Islamabad. چی وقت؟ last summer. تابستان سال قبل. حالا با ago بگوییم. ago یعنی فلان وقت قبل. 2 days ago 2 روز پیش. میگی 2 روز پیش من علی را دیدم. I دیدن میشه see لیکن گذشتهش میشه saw. I saw علی. چی وقت؟ 2 days ago 2 روز پیش. 3 weeks ago 3 هفته پیش. میگی 3 هفته پیش من موتر خود فروختم. I sell میشه فروختن لیکن چون فروخته گذشته ای از ایره میگه sold. I sold my car. چی وقت؟ 3 weeks ago. 5 hours ago 5 ساعت پیش. میگی 5 ساعت پیش من به برادرم زنگ زدم. I called my brother 5 hours ago. دوستای گرامی من H silent است. ایره hour نخوانید بخوانید hour. خب میگی 10 سال پیش من به آمریکا کوچ کردم. پس میگی I کوچ کردن میشه move. گذشتهش دی میگیره moved. I moved من کوچ کردم. به کجا؟ to America. چی وقت؟ 10 years ago. 10 سال پیش.
خب دوستای عزیزم، به همین سادگی من یک مثالای زیاده برای شما کار کردم، چون در اول ویدیو ما با شما وعده دادم گفتم از الف تا یایش برای شما درس میتم. پس امید است که خب قشنگ امید ذهنتان به گفته خودتان پیچکاری شده باشه. خب حالا سوال میآید که چطور یک جمله گذشته ساده را ما منفی بکنیم. پس میشه طریقه منفی سازی زمان گذشته. خیلی ساده. شما این جمله را ببینین لطفاً. ما گفته بودیم I went to work yesterday. ما دیروز سر کار رفته بودم. اگر خواسته باشیم که این جمله را ما منفی بکنیم، خیلی ساده. یادتان است که به زمان حال ساده شما دو را قرض می گرفتین، با او یک تا نات می دادین. اما دوستای گرامی، ما اینجا همچنان ما دو را قرض می گیریم، لیکن چون این گذشته هسته، گذشته یعنی شکل دوم فعل، ما دو را قرض نمی گیریم بلکه گذشته دو را قرض می گیریم. گذشته دو شما می فهمین که did است. پس به جای دو ما گذشته دو را اینجا قرض می گیریم که گذشته دو است did. اینی را قرض می گیریم، نات برایش اضافه می کنیم تا جمله ایمان را منفی بکنه. اما این کفایت نکرد، چون کلمه did شکل دوم فعل است، باید اینی went ما دوباره شکل اول به خود بگیره. یعنی به چی معنا؟ وقتی میگی I did not، پس went را تبدیل کو به go. خب من مثبتش بنویسم. جمله مثبت بود که I went to work yesterday. من دیروز سر کار رفته بودم. این جمله مثبت ما و شما بود. خواستیم منفیش بکنیم، did قرض گرفتیم، به او یک نات دادیم و went را دوباره به شکل اول فعل تبدیلش کردیم. به همین سادگی. پس خواستی بگویی دیروز من سر کار نرفتم، بگو I did not go to work yesterday. بریم جمله دیگه. میگی که I ate an apple yesterday. دیروز من یک تا سیب خوردم. اینالی دوستای گرامی، ما این شد جمله مثبت ما و شما. اگه خواستیم اینی میره منفی بکنیم، گفتیم ما did قرض میگیریم، با او یک تا نات میتیم و eat را هم دوباره به شکل اول برمیگردانیم. پس میشه I did not eat an apple yesterday. به چه قیی آسان است. یک تای دیگه هم به شما کار میکنم. میگی من دیشب علی را دیدم. I saw. من دیدم علی را چی وقت؟ last night. اینالی دوستای گرامی، ما این می جمله را ما بگیرم، خواسته باشیم ما میره ما منفی بکنیم، گفتیم خیلی آسان. did قرض میگرفتیم، برایش نات میدادیم که منفی شوه و اینی saw هم به شکل اول تغییر میکرد که شکل اولش میشه see. I did not see Ali last night. علی را من دیشب ندیدم. این هم از طریقه منفی سازی. سوال دیگه ای تو پیش میاد که چطور ما یک جمله را در زمان گذشته سوال بکنیم. پس میشه طریقه سوالی سازی گذشته ساده. خب خیلی خیلی آسان. این هم شما این جمله را ببینین. پیشتر ما ایتو نوشته کرده بودیم. I called Ali last night. من دیشب به علی زنگ زدم. منفیش چطور میکردیم؟ با یک تا did not میدادیم، call را شکل اولش می آوردیم. پس میشد I did not call Ali last night. من دیشب به علی زنگ نزدم. اما با سوالی ساختن شما میبینید که ما did قرض گرفتیم. فقط خواستی سوالی بکنی، اینمی جمله مثبت ما که همیشه است دوستای محترم، اینه I called Ali last night. خواستی سوالی بکنی خیلی ساده، اونمو did را که قرض میگیری اونمو رو در اول جمله بیار. did. پس چی میشه؟ did I. خب بازم چون did شکل دومی فعل است، نیاز نیست که ما ed را در آخر فعل بتیم، از خاطر ایرا ما اوس میکنیم. میشه did I call Ali last night. آیا ما علی را دیشب زنگ زدم؟ مثال دیگه کار میکنیم. You helped me yesterday. شما دیروز به ما زنگ زدین. حالا خواستی منفی بکنی، گفتیم با این چی کار میکنیم؟ did not قرض میگیریم. You did not help me yesterday. شما دیروز با ما زنگ نزدید. گفتیم اگر بخوای اینمی جمله را عین اینمی جمله را سوالی بسازی، فقط امو did در اول میاری. پس چی میشه؟
Did you help me yesterday? آیا شما دیروز به من کمک کردین؟ به همین سادگی دوستای عزیزم امید است که قشنگ ایرا درک کرده باشین. خب دوستای گرامی، شما به ما پیشنهاد کرده بودین که هر تنس که ما به شما درس میتیم داخلش یک تمرین روزمرگی داشته باشیم. اینالی ما درباره کارهای دیروز خود صحبت میکنیم. شما ببینین که ما از زمان گذشته ساعت چطور استفاده میکنم به خاطر از اینکه درباره کارهایی که دیروز انجام دادم صحبت بکنم. پس ایتا میگم من دیروز ساعت 6 بیدار شدم. I wake up نه گذشتهش woke up. I woke up at 6 o'clock yesterday. خیلی خوب، چون گذشته هستم ما باید woke up بیارم، یعنی شکل دومی فعل خودم را اینجا استفاده بکنم. دیگه چی کار کردم؟ After that بعد از اینکه من بیدار شدم I went to the bathroom. دوستای گرامی، ما went گذشته go است به معنی رفتن. bathroom میشه تشناب. پس من نوشته کردم که I went to the bathroom. پس من به تشناب رفتم. چی کار کردم؟ I washed my face. روی خود شستم. wash میشه شستن، اما ایدی میتیم چون گذشته است. I washed my face. دیگه چی کار کردم؟ and brushed my teeth. و دندانای خود برس کردم. اینال برش میشه برس کردن، اما چون من دیروزی کار کردم باید شکل دو میشه بیارم. بگویم brushed my teeth. خیلی خوب، بعد چی کار کردم؟ Then I ate breakfast. بعد من صبحانه خوردم. Ate شکل گذشته eat. من صبحانه خوردم. حالا مثلا من میگم که با صبحانه من چی داشتم؟ میگم I had. I had گذشته I have هسته، یعنی داشتم. چی داشتم؟ I had eggs تخم مرغ، cheese پنیر and some honey و یک مقدار عسل. بسیار عالی. بعد چی کار کردم؟ After breakfast بعد از صبحانه I opened my book. کتاب خود باز کردم. open باز کردن، چون گذشته است ایدی میتومش. I opened my book. چی کار کردم؟ I study درس خواندن، چون گذشته است باید به ایدی بیتم. I studied for 30 minutes. برای 30 دقیقه من درس خواندم یا مطالعه کردم. خیلی خوب، دیگه چی کار کردم؟ Also همچنان I did my homework. کار خانگی من انجام دادم. دو به معنی انجام دادن است، گذشتهش میشه did. At 12 o'clock پس ساعت 12 وجه چی کار کردم؟ I cooked for lunch. ما چی کار کردم؟ برای غذای چاشت، برای لنچ آشپزی کردم. کوک آشپزی کردن، چون این کار را دیروز کردم باید گذشتهش بیارم. I cooked for lunch. پس این من یک بار براتان بخوانم. I woke up at 6 o'clock yesterday. After that I went to the bathroom. I washed my face and brushed my teeth. Then I ate breakfast. I had eggs, cheese and some honey. After breakfast, I opened my book. I studied for 30 minutes. Also, I did my homework. At 12 o'clock, I cooked for lunch. به همین سادگی. خب دوستای عزیزم، اینی بود از درس امروز ما. اینال یک کار خانگی برای شما دارم. کارهای دیروز خود را در چند جمله خلاصه بنویسید به زبان انگلیسی و امیال زیر ویدیو کامنت بکنین. هر اشتباهاتی که داشت من خودم برای شما اصلاح میکنم. یادتان باشه که بیادر کوچکتان حمایت و تشویق بکنین تا ما هم با انرژی و انگیزه پیش بریم. تا جلسه دیگه شما را به الله یکتا می سپارم.